بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. معنای ایمان به الله سبحانه و تعالی که از سلسله درس های سوم ما و شما در مورد عقیده هر یک مسلمان هست. در حدیثی که در گذشته بیان نمودیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان به الله را چنین بیان نمودند: این که به خدا باور بکنی، ان تؤمن بالله. ایمان به خدا و باور کردن به وجود او تعالی این است که انسان به قلبش تصدیق نموده، با زبان اقرار نموده گوید یقین دارم به این که الله تعالی واجب الوجود هست، یعنی هستی او از خود اوست و کسی او را نیافریده است و او آفریدگار تمام عالم و آنچه در عالم است می باشد. او رازق و مدبر تمام چیزهاست و تنها او شایسته عبادت و پرستش است و او تعالی دارای صفتهای کمال است. او تعالی زنده، شنوا، بینا، سخنگوینده، دانا و قادر و توانا هست و به هیچ یکی از مخلوقاتش مانندی ندارد و او را در آخرت دیده می شود بی چگونگی و بدون جای و مکان. و باوری داشتن به این که الله تعالی دارای نامها و صفتهای زیبا بوده، از صفتهای نقص و کمبودی مثل داشتن فرزند، محتاج بودن، خوردن، نوشیدن، خوابیدن، فراموشی، نادانی، ناتوانی و داشتن جسم و اعضا و جوارح، محدود بودن به جای و مکان، پاک و منزه است و به هیچ مخلوق از مخلوقاتش مانند نبوده و محتاج نیست و او قدیم و ازلی و اول و آخر هست. او تعالی دارای جسم و اعضا نیست تا گفته شود که چگونه هست و او دارای شریک و همتای نیست تا گفته شود که چند تا هست و او محتاج به جای و مکانی نیست و مخلوقات او را احاطه نکرده اند تا گفته شود که در کجاست. الله پاک و منزه است از صفات مخلوقات، چنانه که الله سبحانه و تعالی در کلام خود مانند بودن به مخلوقات و محتاج بودن به آنها را از ذات به همتای خود رد نموده فرموده است: لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوا و بینا هست. و این چنین فرموده است: ولم یکن له کفوا احد. و هیچ کسی با او شبیه و مانند نیست. در جای دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید: هل تعلم له سمیه. آیا شبیه و مانند و هم مثل به الله می دانی؟ الله تعالی محتاج بودن به چیزی یا محتاج بودن به جای و مکان یا به کسی را از ذات بزرگ خود رد نموده فرموده است: والله الغنی و انتم الفقراء. الله بی نیاز است و شما مخلوقات نیازمند هستید. و الله سبحانه و تعالی فرموده که او دارای نامهای زیبا و صفتهای زیباست، چنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اوست خدایی که آفریدگار هست، ایجاد کننده و صورت بخش است. نامهای نیکو از آن اوست. هرچی در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی او هستند و او غالب و حکیم هست. از جمله صفتهای کمال الله سبحانه و تعالی غفور و رحیم هست، چنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: ان الله غفور رحیم. به درستی که خداوند بخشاینده و مهربان هست.
و همچنین خود را به صفت شنوایی و علم وصف نموده می‌فرماید والله سمیع علیم و خداوند شنوا و دانا هست. و دیگری از صفتهای کمال الله سبحانه و تعالی این است که او تمام چیزهای پنهان و آشکار را می‌داند، چنانکه که او الله سبحانه و تعالی می‌فرماید عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. خدا دانای پنهان و آشکار است، غالب و حکیم هست. تغابن آیه 18. و از جمله صفتهای دیگری الله سبحانه و تعالی صفت کلام هست، یعنی سخن گفتن هست. الله سبحانه و تعالی در کلام خود می فرماید و کلم الله موسی تکلیما، و خدا با موسی سخن گفت، سخن گفتنه. در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی به صفت ربوبیت و الوهیت خود را وصف نموده فرموده است رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است، اگر شما یقین کننده اید. نیست معبودی بر حق غیر او، زنده می کند و می میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست. الله تعالی ذات خود را از آنچه مشرکین و یهود نسبت او گفتند و او را به صفتهای نقص و کمبودی وصف کردند، خود را پاک و منزه دانسته در کلام خود می فرماید سبحان الله عما یصفون. الله سبحانه و تعالی پاک است از آنچه آنها وصف می کنند. آنچه از صفتهای الله تعالی گفتیم که او شنوا، بینا، دانا، قادر و توانا، حکیم و سخنگوینده هست، به صفتهای مخلوقات هیچ مانندی ندارند. زیرا صفت شنوایی در بنده محتاج به آلت و گوش هست تا به واسطه آن گوش بکند و به واسطه صدا پرده بشنود. اما صفت شنوایی الله سبحانه و تعالی از این معناها پاک و منزه است. همچنین صفت بینایی یعنی دیدن در بنده باشد، محتاج به داشتن چشم بوده، بیناییش محدود هست. مثلا چیزی از خود دور بوده را در مسافه دور امکان دیدن ندارد و چیزی نزدیک را در مسافه بی نهایت نزدیک امکان دیدن ندارد. و این چنین صفت بینایی در بنده احتمال از بین رفتن را دارد، به این طریق که به سبب دور شدن نور چشم یا پرده گرفتن آن، این صفت از او ناپدید شده از بین می رود. اما صفت دیدن در الله سبحانه و تعالی از این معناها پاک و منزه است. همچنین دیگر از صفت الله سبحانه و تعالی سخن گفتن هست، چنانه که گفتیم الله سبحانه و تعالی با حضرت موسی علیه السلام سخن گفت. سخن گفتن بنده عبارت از حرف و آواز هست و با واسطه زبان سخن میگوید. اما سخن گفتن الله سبحانه و تعالی از این معناها، یعنی از این که از جنس حرف و آواز باشد و با واسطه آلت سخن بگوید، الله پاک و منزه است از این معناها. چنانه که خود او الله سبحانه و تعالی مانند بودن به مخلوقاتش را از ذات بی همتای خود رد نموده فرموده است ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوا و بینا هست. امام ابوالعباس قرطبی رحمت الله علیه در بیان ایمان به الله سبحانه و تعالی می فرماید الإيمان بالله هو التصديق بوجوده تعالى وأنه لا يجوز عليه العدم وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة، وأنه تعالى منزه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات، وعن صفات الأجسام المتحيزات، وأنه واحد فرد صمد خالق جميع المخلوقات،
متصرف فيها بما يشاء من التصرفات يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء. معنای ایمان به الله این تصدیق نمودن به وجود داشتن او تعالی است و این که در حق الله تعالی نابود شدن و از بین رفتن جایز نیست و این که او تعالی دارای صفتهای بزرگ و کمال هست. از جمله صفتهای الله سبحانه و تعالی این است که او دارای علم، قدرت، اراده، کلام، شنوایی، بینایی و حیات است و اینکه او تعالی از صفتهای نقص و کمبودی که مخالف صفات کمال هستند پاک و منزه می باشد و اینکه او تعالی از صفتهای جسمها و از صفات مخلوقات پاک و منزه است و او تعالی تک و تنها و بی نیاز بوده آفریدگار تمام مخلوقات است. در مخلوقات خود هر طرزی که خواهد تصرف می کند، در ملک خود آنچه خواهد می کند و در مخلوقات خود آنچه خواهد حکم می کند. امام علامه علی غموقی داغستانی که یکی از بزرگان علمای داغستان هست، سال وفات 930 هجری، در بیان معنای ایمان به الله سبحانه و تعالی می فرماید: اما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله أحد لا شريك له، قديم لا أول له، حي لا يموت، باق لم يزل ولا يزال، سميع الأصوات، بصير المبصرات، عالم الأشياء كلها، متكلم مرئي في الآخرة للمؤمنين، قادر على كل شيء، مريد الخير والشر ولكن ليس يرضى بالشر، وتعتقد أن جميع صفات الله تعالى من كونه حيا سميعا بصيرا وغيرها قديم لا يشبه بشيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتعتقد أنه ليس له مكان ولا جهة ولا يغيره أزمان ولا يتغير عليه الزمان. اما معنای ایمان به الله این که اعتقاد و باوری نمایی که الله یک و یگانه هست، شریک و همتای ندارد و او تعالی قدیم یعنی همیشه بود، ابتدا ندارد، زنده است، نمی میرد، باقی هست و همیشه بود و همیشه میماند، شنوای صداها بوده، بیننده مخلوقات هست، تمام چیز را میداند، سخن گوینده است و روز آخرت مؤمنها او را میبینند، اراده کننده ای نیکی و بدی هست، به تمام چیز قادر و توانا و اراده کننده ای نیکی و بدی هست، لیکن به کار بد راضی نیست و اعتقاد نمایی این که تمام صفتهای الله تعالی که از جمله این که او زنده، شنوا، بینا و غیر از صفات او الله تعالی هستند، این صفتها همیشه بودند و به هیچ چیز مانند نیستند، هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بینا هست و اعتقاد داشته باشی بر این که الله تعالی را مکانی نیست و برای او سمت و طرفی نیست و زمان و مکان و وقت او را تغییر نمی دهد. شرح مختصر عقاید با شرح علامه عبدالله شرقاوی. این بود در بیان معنای ایمان به الله سبحانه و تعالی که چه چیزها را نسبت او اعتقاد داشتن ضرور و حتمی هست و چه چیزهای را نسبت او اعتقاد داشتن غلط و اشتباه هست.